طالب صحبت بکنم. فراد دریا نصرت، من از سال هاست که خودتم بشناسم و من حیث خبرنگار همیشه صحبت کردی. من فقط یک سوال دارم. من میخوایم پرسان بکنم چرا شما را از سالون بیرون کردن؟ من فقط میخوایم پرسان بکنم چرا از سالون شما را بیرون کردن؟ به خاطر از اینکه رفتم به بالا، قرار بود که فراد جان دریا برای من چند از شماره یعنی پلیس او را گل که جاکتت اینجاست. یعنی پلیس نمیدانم. پلیس 112 در کل اروپا. صحبت کنین شما لطفاً. چی بگم؟ اینجا بین که به خاطر صدای صد طالبان مرا بیرون کردن. Hello, good morning. Good morning. Do you need police fire department or the ambulance? Yes, there is a person he is calling and accusing somebody, but I don't know exactly the address. So, but there is a Do you need the police? no. پلیس میخوام پلیس مداخله بکنم Do you need... Ma'am, in which city are you? Don't make it. چی میگن؟ Make In which city are you now? Amsterdam. I will connect you to the police in Amsterdam. Please hold the line. آدرس صحبت کرد نکن. گل کرد خودش. دیدی صدا رو شنیدی؟ امیر زنگ میزنه شماره امستردام چند از پلیس هست؟ نمیدانم. اما خب دلیلی که شما را بیرون کردن چی بود؟ سالها برای دریا کار کردی. من فکر میکنم که شاید موضوع بسیار کار با دریا اینجا مطرح نیست. مسئله است که من با آقای دریا از قبل آهنگ کرده بودم که من در برنامه میایم و با آقای دریا برای من توفه میتم و من یک عطر برش گرفته بودم. وقتی که دریا برای من توفه داد، یک کلاه بسیار زیبا برای من داد. دقیقاً. وقتی که کلاه را برای من داد، من مایک گرفتم، صحبت بسیار خوبی کردم. من فقط گفتم که آرزو میکنیم سال آینده فراد دریا در کابل کنسرت بده و در سالن وزارت امر بالمعروف امروزی که سابق وزارت امور زنان افغانستان دقیقاً موافق هستم. وزارت امروز به نام برای مبارزه با زنان کار میکنه. آجل دریا مایک از ما گرفت، از سکیوریتی کلا آمدن بگونی بسیار وحشیانه من از اینجا بیرون کردن و هیچ کسی برام کمک نکرد که من تو با پلیس هالند تماس بگیرم. من میخوام بگم که کار آقای دریا که صدای من خفه کرد، بیانگر عزیز که آقای دریا با ژست هایی که برای آزادی زنان، برای آزادی مردم افغانستان میکنه دروغ است، تمامش به خاطر پول است و این کارش به این معناست که در رگ رگش طرفداری از طالبان وجود داره و آقای دریا با این کارش نشان داد که ضد طالب نیست. و من میخوایم که حتی یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش انجام داده بودم با آقای دریا و بعد خب بحث رو در اون مورد میگیم، کار امشبش نشان میده که آقای دریا من فکر میکنم شاید آقای دریا مرا میگه که سیاسی نساز بحث. یعنی چی؟ وقتی که خودت میگی آمدنی است میگی حکومت تغییر میکنه، مرا اجازه نمیده که من صحبت بکنم. شاید میخواست که در پایان برنامه به اصطلاح یک ارج و مرج با وجود نبیاید. شاید دلیلش فراد دریا ایجاد کرد.